شستشوی مواد غذایی و پاک کردن لوازم منزل با آب سلامت قرن جدید. خب میخوام نشونتون بدم که تو خونه از این آب چه استفاده هایی میتونین بکنین. دقت کنین. خب برای این کار از گوجه های تازه‌ای که از فروشگاه خریدیم استفاده میکنیم. این گوجه ها شیرینن و بذارید یه سوال بپرسم، معمولا تو خونه چطور میوه میشورین؟ با آب شهری میشورینشون، درسته؟ خب گوجه ها رو برمیدارم و سریع خالی میکنم. راستی گفتین با آب شهری دیگه، آره؟ خب بیاین کاریو که شما انجام میدین با آب شهری شبیه سازی کنیم. خب شما خانما نمیدونستین امروز قراره طعم متفاوتی رو تجربه کنین. حالا یه بسته دیگه از این گوجه رو برمیدارم و تو آب یونیز قلیایی قوی قوطه ور میکنم. اینطوری خیلی خوبه. اینا رو هم میکنیم میذاریمشون این کنار. pH این نوع آب سلامت قرن جدید حدود 11 تا 11 و نیمه. این آب رو تو ظرف سیاه نگهداری میکنیم چون 3 چیز روی خصوصیات ویژه آب تأثیر میذاره: نور، هوا و حرکت. پس وقتی آب از دستگاه میگیریم و نمیخوایم ازش استفاده کنیم تو ظرف سیاه نگهداریش میکنیم. خب گوجه رو در آب یونیز قلیایی قوی با pH 11 و نیم قوطه ور میکنیم. یادتونه که گوجه ها رو توی آب شهری ریختیم، درست مثل کاری که شما میکنین. حالا از آب میاریمشون بیرون. سعی میکنم خرابکاری نکنم. خوبه. این آب شهریه. گوجه ها رو میذارم اینجا. قراره شما مزه‌شون رو بچشین. دوست دارین این کار انجام بدین؟ بله حتما. خب اینم از این. به اینا میگم گوجه های یونیز قلیایی. حالا تفاوت رو ببینین. باشه. خب شما فکر میکردید که گوجه ها رو با آب شهری تمیز میکنید، درسته؟ واقعا تمیز میشدن؟ نه. ببین چی از گوجه ها بیرون اومد. علف‌کش، آفت‌کش، اسید و هر چیزی که طی مراحل تولید به اون اضافه کردن. میدونین بیشتر کشاورزا از آفت‌کش‌های روغنی استفاده میکنن که با بارون شسته نمیشه. آب معمولی هم نمیتونه تمیزشون کنه، اما آب یونیز قلیایی میتونه. درست همونطور که روغن رو تو خودش حل کرد. خب بذارید این گوجه ها رو بین شما تقسیم کنم تا هر کدومتون یه گوجه یونیز قلیایی داشته باشین. لطفاً بچشینشون. یه نکته بگم، گوجه های بزرگ رو نصف کنین، یهو گازشون نزنین چون ممکنه بترکن و بریزن روی لباستون. بیاید گوجه های یونیز قلیایی رو سریع امتحان کنیم. من ایتالیایی ام ولی اصلاً گوجه دوست نداشتم. خیلی ناراحت کننده است. خب میدونین چی فهمیدم؟ خود گوجه نبود که دوست نداشتم، در واقع سمهایی که روی گوجه است رو دوست نداشتم. خب گوجه ها چطورن؟ مزهشون شیرینه؟ بد نیستن؟ نه. خیلی خوب، حالا نوبت امتحان کردن این گوجه هاست. اینا همون گوجه هایی هن که شما توی خونه به روش معمولی میشورین و میخورین. مزهشون با گوجه های شسته شده با آب سلامت قرن جدید خیلی متفاوته، مگه نه؟ قیافاتون خیلی دیدنی شده. به تفاوت طعم‌ها توجه کنین. حالا درک میکنید که چرا گوجه دوست نداشتم. گفتم این مواد شیمیایی اضافه روی گوجه بود که دوست نداشتم. متوجه فرقشون شدین؟ بله کاملا. اولی بهتر بود نه؟ اولی مزه گوجه‌ای رو میداد که تازه چیده شده، شیرین، طبیعی و بدون آفت‌کش. حتی در سطح ظاهری هم کمی تفاوت دارن. اما در مورد دومی، شما گوجه رو با این اضافات میخورین، مسلما روی طعمش تاثیر داشته. وقتی مواد غذایی رو با آب یونیز قلیایی شماره 3 دستگاه بشورین، ماندگاری محصولات شما یه هفته یا بیشتر افزایش پیدا میکنه. خب یکی دیگه از فواید این فناوری در تولید آبهای متفاوته که میتونید از اونها برای مصارف مختلف استفاده کنید.